من از باب نصیحت به رئیس جمهور آقای محمود میگویم که آقای محمود اینجور که برای خودت سوار شده اونو پیاده میشه. تو اصلا تا الان خر بالدار دیدی؟ خر دیدی بال داشته باشه؟ ندیدی که. پس خیال بلند پروازی رو از کلت بیرون کن. من خودم در مطالعات فلسفی خودم دیدم که بعضی وقتلر مخصوصا در ماه اسفند معمولا کمتر مزخرف میزنن. چرا؟ چون اینکه اسفند 29 روزه. بعد وقتی بنوا بسیزی اونجور چپ نگاه نکن به من. تو همانی که از تو پرسیدنده که نظرت راجع به نوشابه چیه؟ بعد گفتی که نوشابه آب داره، گاز داره، اگر یک خط تلفن هم با آن بکشند عالی میشه. آخه بدبختی بنوا اون جواب تو میده. نوشابه بدبخت آب گاز تلفن داره بسه؟ نمیبینی که اون تو سیاهه برقی نداره؟ من یک بار اون قدیم ندم ها با 2 نفر دهپایم شد. قدیم میگویم ها، قدیم اون زمان 2 نفر برای خودش خیلی بوده. اما امروز با لحظه ناراحتی چطور اون مذاکرات با شیطان بزرگ دوستانش منو نبردی، اسمش گذاشته 5 به علاوه 1. من هم که از اول ریاضیات خوب بوده، ریاضیاتم خیلی خوب بوده، اما یه کمی اون نقاشی اشرا ضعیف بودم که نمیتوانستم میکشه. خیلی خاطره بد داره. همش وسط امتحان معلم که سرش برمیگرداند اون طرف از بغل دستی میپرسیدی که اون 9 که مینویسند اون گیردکانش سمت چپه یا سمت راسته. همش اون دوستم میگفته که سمت چپه. بعد باز رفوزه میشدم. چرا؟ چون یادم میرفته از اون بپرسم که حالا چپ کدام وره، چپ این وره یا اون وره. آخرم نفهمیدی چپ کدام وره. اصلا تو چه کار داره بس ازیم 5 به علاوه 1 من باید شرکت میکرده کدوخ گامباز 800 دوشم بره. پیش مقامز ماشی بودم حالشان خیلی خراب بوده. میگفتند که اونقدر گوش من سنگین شده که صدای سرفه خودم را هم نمیشنوم. که من به ایشان گفتم که خب مقامز ما پس بلندتر سرفه کنه که میشنوه. امروز ما لحظانه صحبت نمیزنه. خفنگان گرفتم. نه اینکه ما لحظانه خودش صحبت زدن بلد باشه. ما لحظانه خودش عدد برای خودش. بچه که بوده اون کل دیوان اون حافظیه توسی را حفظ کرده. تازه دیوان که میگویم نه اون تاپ کوچک زیبی ها، تاپ بزرگش را حفظ بودی که توی زیب که سهله توی پالان هم جا ننشه. اما من اونو حفظ بودی. اما امروز خفنگان گرفتم. چرا گرفتی؟ چرا گرفتی؟ چون که اون روز به من زنگی زدن. زنگی که میگویم نه اون زنگی که به آهم میزنه ها. آخه بدبختی به نوا بسازه. اون زنگی که به من نمیزننده چی؟ من شخص نمیشه و گوشم میمانه. بدبخت اون یکی زنگ. اول از اون من فکر کردم که زنگی تفریح. رفتم برای خودم تفریح. ولی اون زنگی هم نبوده. اون یکی زنگی که میزنی فرار میکنه هم نبوده. اصلا زهلم گت میشه بسازی. تو تکار داره که به من چی زدنده. حتما حق من بودی که زدن. تو طرف بحث عوض میکنه. از اول چشمم خفه شو. کسی با تو زر نزد. بدبختی بنوا. آخه من طوری پرورش دست من همانی که از من میپرسیدی چطوری میشه چی؟ من 1 برادر دارم اما من خواهرهایم 2 تا برادر دارم. بدبختی بنوا. تو شعورت نمیرسی که ممکنه اون برادر رفته باشه سربازلوها چیزی رفته باشه الان کجا بوده خلاصه.